ستونای جنگ چطورین؟ خوش اومدید به چنل سیکوروم. سورنا مهدی هستم. اومدیم با یه بازی بسیار خطری، سنگین و خطرناک، افتضاح العظیم. بازی چیه؟ گرفتم بیت‌های خفن از رپرها رو جدا کردم و میخوام به صورت حافظ سعدی طور برای آقا مهدی بخونم. تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده، گو میخوری فوش میدی. باید حدس بزن از کدوم رپره و کدوم آهنگ. سختش کردم دیگه. آسونه بابا. واسه همه 10 تاست. واسه همه چی هست. 5 تاشو بیشتر حدسد من آقا شیک میدم تو. واسه همه سخت، واسه من ایزی. پس من یه دونش با پاپ بدون معطلی لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. برو بریم برش. بیت اول بفرمایید. 1. گور بابای غم، من میرسم به هر چیزی که لایقم. ها بگو با بگی دیگه، نفر دیگه آسون بود که. سمیگو گادپوریه؟ گادپوری تاش چاقو کشی کنه بابا. نه جدی؟ نه. 2 تا یه دونه دیگه حدس داری. 2 تا دونه میتونه حدس بزنه. نه نمیگه خیلی هرچی میشم لایقم باید، چون باید چی نشدم خایفنگ. نه یه باری بخون. گوره بابای غم، من میرسم به هر چیزی که لایقم. میرسم چرسی و چیزه. چرسی اصلا میرسم آهنگ نداره که. نه جدی. خدا تموم شد حدست دیگه. باشه بگو. بهرام. گم شو. بهرام جیدا رو بهرام دیگه. بهرام برو بریم. زبدر خورده رو پیشونیت. این بده. بریم برای بعدی. دومی. اینو میرم. با بیبیت دیت داری، حله. پیشش بودم تو هتلش پوتک. باریکلا. آفرین خوبت. آسون شروع کردم دیگه. ایناست که اوناست. بریم برای سیدی. کدوم آهنگش؟ اوکی. آهنگ با هیپوپولوژیشه. هیپوپولوژی پوتک. نه یه حدس دیگه داری. با بیبی دیت داری باشه به هتلش، سلام برسون بهش. آهنگ با گاتپوریشه دیگه بابا. آره باش رو که میپذیریم. اسم آهنگ چی بود؟ یادم رفت. وو. بریم برای سوم. فعلا تا از 2 تا متی یه دونشو یک میتونیم بگیم که خبری هست. هنوز نسوخته پیش کسی کپونم. بیف چیه؟ اینا باز برام بخورم پوری. کدوم آهنگ؟ بسکش. نه. یه حدس دیگه داری. نگی غلط ها جدی ها. بذار نگی نیم نمره بهت میدم. باشه. بیف چیه؟ اینا واسه بخورن. نه یه باری اولش بخون. هنوز نسوخته پیش کسی کپونم. بگم نیم نمره. همون آهنگی که میگه همه چی میگن، همه فلان گاتپوری شدن انگار گایدن مونده بودنشون. میگه همون بزگشه که. بگم وای سلام نیم میگیری دیگه. میشه 1 و نیم. میشه 1 و نیم. میشه 1 و نیم. بگو. همون آهنگ. گفت عوض نگاه کن. همون دارم فکر میکنم. 2 بریم برای 4می. ایناست که بده. فعلا چند تا 1 و نیم نمره از 3 نمره. نه دیگه 1 و نیم آهنگو نگفتی که. بابا چه ربطی داره؟ بسکش بود. نه همین الان هم اشتباه گفتی همونه. همون آهنگ قبلی من زمان با فیتبال پوتکشه. بله حالا 1 و نیم. حالا 1 و نیم. بریم برای بیت 4. سگ تو این زندگی. برو. دوست دارم یه جا باشم دور از همه، جدیدنا هر کی هرچی میگه رو مغزمه. اینو آرتیستش هم گفتی. یه نمره کامل بده. شایع. حدس دوم. آخرین حدس. یه بار یه خون. دوست دارم یه جا باشم دور از همه، جدیدنا هر کی هرچی میگه رو مغزمه. واقعا نمیدونم. میگم آرتیستش هم گفتی قبوله. خیلی دیگه داری فکر میکنی. پوتک؟ نه دیگه. کی؟ لیتو.
آهنگ قایقش خودت 1000 بار گوشش دادی. وای پرام. بریم برای بعدی پنجم. چند تا فعلا گفتم؟ 1.5 نمره دیگه. 1.5 از 4 تا رو دیگه. نه گفتی الان بریم برای 5. آره بعد از 4 تا. خوبه 2.5 نمره ریدم. بریم. ببین جینو تونیک فله، اگه جیم نری هم شله. پر محتوا و پر مسماست دیگه. حالا نسلی ها رو توی چه کدوم نسلی؟ نه دیگه بابا یزید بین نسل 1 تا 3. نسل 4 نیست. خیلی سخته. آرتیستش هم بگی اوکیه. فقط آرتیست میخوام. خیلی سخته ناموسن. شما الان جمعه ماشی چیکار میکنین؟ میدیم. بگو. پوتکه؟ نه برو حدس بعدی. بهرام میگه جینو تونیک فله. سپ خلصه کشی بیتس. گم میشه بابا. اون تا صبح نمیتونستم بابا میخورم تلو اونه دیگه. فعلا همون 1.5 نمره. عمرن اگه میتونستم. شک نکنید که نمیتونستم. بریم برای بیت شیشم. برو بریم. این روزا خب شده دوست دشمن، پولام همه دود شد رفت. اینو گفت بچه‌ها شیرینی میدم. بالای 500 بارم خودم براش پلی کردم. هیپوپولوژیست چه آهنگی؟ چون گفتن بالای 100 بار، چون من فقط هیپوپولوژیست پلی میدم. آهنگشو بگو. چه دوست دشمن. کدوم آهنگی بود زیاد پلی میدی وایسا؟ از اونایی نیست که خیلی زیادشم پلی بدم. اون موقع که اومده بود پلی زیاد میدادم. ریدی پرام ریخت. اولین بار تو رپ گیر میکنم. ریدی چیزه الان بهت میگم. ریدی نمیدونم بگو. بابل صد داره کلاب. نیم نمره میگیره. خودت هم ازشو نمیدونی. بابل صد داره کلاب دی. BDC Holy shit man. 2 آقا مهدی 2 از 6. ایناست که اون آره دیگه. 1 2 3 4 5 6 2 از 6. 2 از 6 ست. بریم برای هفتمین. برو براش. بیت. بگو ببینم. خیابون به میگه نکن اعتماد، کارا میگیره انگار زدم چیت. حالم خوب. اینم هیپوپولوژیسته. نه ریدی کارام ریدی انگار زدم چیت. یادم اون کی بود. نسل 4 میدونم. نمیدونم اطلاعی ندارم. ای وای بگو دیگه بابا. اینقدر یوبس نکن ویدیو چیو نگاه میکنی؟ دزد کثیف. کثافت بزن به خونه نجست. هیپوپولوژیست نبود؟ نه یه دونه از سیگی داریم. گاتپوری؟ خیر. چرسی موزیک دام با دقیقان. من چه موزیکایی دارم میرم از همه آرتیستی دارم اصخایی میکنم از همین. بریم برای ویدیو. بریم برای بیت 8. بگو ببینم. بگو اینو میگم. فعلا همون 2 نمره است. بگو میگم وا بده بچه، دافم خطریه. آبلا دنجر هم عکسشو اینجا میذارم الان میاد براتون. ریدی سجه شایی آری کلا رد فلگ. تا الان 3 امتیاز و 4 امتیاز داشت. 3 امتیاز داشتم 4 تا شد. 4 امتیاز گرفتی. بریم برای ایناست که بده. بیت برو برای بعدی. بفرمایید. جشن شکوفا بازگشت من به زندگی همه رو دعوت میکنیم. همه رو بیا نپذین. اینو همه این استا پر شده. همه رو ببین. همه رو خیلی راحت آقا. واقعا کاری نداره. علی سورنوی عزیزم. واو علی سورنوی. آره بیبی که بریم پارتی. آره بریم برای ضعیفه. 4 تا دیگه. 5 5 شدیم. بریم برای
بعدی که خیلی راحته، خودم همیشه دائم توی ماشینم پلی. هر کدوم دید گفت میگه راحته. آخه واقعا پلیه. گم شو یارو خب جوزی شده. ای بابا رو تتوهایی که رو تنم. خب چون تتو دارم. خب آره. همین جوریش نه نمیدونه همین جوریش دخترش تو کفم. بیاد بپذیریم که نمیدونم. 5 تا راهنماییت میکنم، 5 تا آرتیست بهت میگم، حدس بزن. تکون میدور. 5 تا آرتیست بهت میگم، حدس بزن. بگو. یانگ سادن، خب دیگه تراویس اسکات. خب خب یانگ سادن، تراویس اسکات، دیگه آرتا کوروش نبیلو. کوروش ریدی خیلی ریدی. آرتا بازم ریدی. بیانسه دیگه. چرا داری بازی؟ تو چرا زنده ای؟ حذفیه دیگه. تو چرا حذفی زنده ای؟ گفتم. حذفی گفتی ها؟ تراویس اسکات. تراویس اسکات همه رو گفت جز سمیلو. سمیلو عزیزم. این ویدیو این بیت برای جناب سمیلو بود و بابای بزرگوارم. سلام. آره دی. نه الان داره اون میشه بکشه. اونو میتونی بکشی؟ نه داره آخه. ببین داره؟ آره 30 ثانیه تموم میشه الان. آره 30 ثانیه تموم میشه. نه 30 ثانیه تموم شد. همه رو گفت الا سمیلو. داداش حذفی. اصلا تو چرا زنده ای؟ اصلا تو نباید زنده باشی به نظر من میگم تراویس اسکات. به خدا تراویس اسکات ها. بله. سمیلو بود. شما 5-5 میشی و تو موزیک بعد تو شورت بعدی باید شک بری دیگه. باختی دیگه. من چه 10 امتیاز شما 5 نمره گرفتی. حرف زیاد میزنه. 5 نمره گرفتی و مرسی تا که مرسی تا که ویدیو همراهمون بودید. دمتون گرم. بدون معطلی تا ویدیو بعدی لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حمایت کنید. با حمایت شما ویدیو ما هم زیادتر میشه. ما دوستتون داریم. دمتون گرم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون داریم. خدا. تمام شد. حالا بکش.